در شهر اوش در جنوب قرقیزستان از دو ماشین بیش از 4 تن انگور را دریافت و مصادره کردند. دفتر مطبوعات خدمات دولتی باجخانه یا گمرک قرقیزستان گفت که این مقدار انگور را دو شهروند قرقیز با راههای قاچاقی از تاجیکستان آوردند. بنا به اطلاع رسمی کارمندان فوری باجخانه اوش یک ماشین مرسدس بنز تحت اداره شهروند قرقیزستان با گمان به طور قاچاقی به قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد کردن محصولات بازداشت کردند. در باردان این ماشین 2 تن و 200 کیلو انگور تر و تازه ارزشش 132,500 سوم یا تقریبا 1650 دلار را پیدا کردند. گفته می شود این انگور را با روی قاچاقی از تاجیکستان آوردند. همچنین در همان شهر اوش کارمندان باجخانه از یک ماشین دیگر تمغه مرسدس بنز تحت اداره شهروند قرقیزستان 2 تن و 200 کیلو انگور دیگر را پیدا کردند. او نیز این انگور را با راههای قاچاقی از تاجیکستان آورده بوده است. نسبت به هر دو مواد اولیه ترتیب داده برای تفتیش به دادستانی اوش سپردند. قرقیزستان مرزش را با تاجیکستان از 20 مای سال 2021 بلافاصله بعد زدوخوردهای خونین در مرز این دو کشور برای رفع ساکنان و ماشین ها بست و انتقال محصولات نیز بین دو کشور رسما منع شده است. هرچند بشکک قرار بستن مرز را به پاندمی کرونا ویروس ربط میداد، ولی منصبداران قرقیز چندین بار اصرار داشتند که مرز را تنها بعد حل تمام مسائل مرزی با دوشنبه از نو خواهند گشود. بسته شدن مرزها باعث افت به شدت گردش مال و ملک محصولات بین دو کشور همسایه شده است. در نیمه اول سال 2022 حجم صادرات و واردات بین تاجیکستان و قرقیزستان همگی 7 میلیون دلار را تشکیل داد. این نظر به سالهای قبلی 6 مرتبه کمتر است.